د تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس ښاغلی ډاکټر عبدالله وایي چې هره ورځ عام خلک او سرتیري قرباني کیږي اما حکومت ورته پاملرنه نه کوي. ښاغلي عبدالله چې د وزیرانو شورا غونډې ته یې خبرې کولې ویلې چې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روان ده، خو حکومت حتی د ملي امنیت د شورا ونیز غونډې چې کومې دي دا هم نه دي دایرې کړي. الکترونیکي تذکرو د ویش د ټاکنو کې د مداخلې د حکومت د مداخلې د ارګ د مداخلې خبره د امنیتي مسایلو د سرتیرو د قربانیو د وژلو په ارتباط باندې یو ځل بیا د ولسمشر او د اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. د اختلافات یو څه شدید دي. تېره ورځ چې اجرایي رئیس د وزیرانو شورا ته خبرې کولې ډېر په تنده لهجه باندې موضوعګیري کوله، ویلې چې حکومت اصلي هدف هیر کړی ده، ولسمشر په فرعي کارونو باندې لګیا ده. د په ولسمشر باندې سختې نیوکې کولې چې ټاکنو په کارونو کې مداخله کوي او د دې په ځای باندې چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي په نورو مسایلو باندې بوخت ده چې هغه د افغانستان درد نشي دوا کولی. بلخوا بیا د ولسمشر ویان د اجرایي رئیس دغه څرګندونې ردوي او نوموړی د دولتي ناستو له ترسره کېدو په بېخبري باندې تورنوي. دوی وایي چې د ملي امنیت شورا ونیزې غونډې روان لري، په نورمال شکل باندې دایریږي، د سرعلاقمندان او نورې ناستې په خپل وخت او په مهم مسایلو باندې ارزونې روانې دي او دا کار ترسره کېږي. ښاغلي چغانسوري د ولسمشر ویان دا خبرې کړې دي. دغه مهم مسایلو باندې اختلاف داسې مهال مطرح کېږي چې په تېرو 4 کلونو کې د دغو اختلافونو دوام د افغانستان ته ډېر زیان اړولی ده او په یو ډول باندې د خلکو باور هم په ټاکنو باندې او هم حکومت باندې کم کړی ده. دا چې مشکل چیرته ده، ولې په یو ډول باندې د اجرایي ریاست او د ارګ ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي، د مسلې د وضاحت لپاره ما سره په بحث کې د اجرایي ریاست د ویان مرستیال ښاغلی امید میثم را سره په بحث کې میلمه ده او دا مسایل پر سر مطرح کړو. ډېر ښه راغلاست جناب میثم. اساسا مشکل در کجاست؟ چرا دکتر صاحب عبدالله در شورای وزیران به یک نوع انتقاد تند و شدید از رئیس جمهور کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با درود خدمت شما و بینندگان محترم. ما باید این جسارت سیاسی را داشته باشیم. اگر کوتاهی صورت میگیره، ضعف صورت میگیره جانب حکومت افغانستان در قبال تامین امنیت جان شهروندان، او جسارت از خود به خرج بتیم که حداقل اعتراف کنیم، ضعف من رو بپذیریم، کوتاهی من رو بپذیریم. من فکر میکنم میتونه یک فرهنگ بسیار خوب باشه. اگر ضعفی وجود داره بپذیریم، وقتی ما یک ضعف را پذیرفتیم طبعا باز تلاش میکنیم، راهکار پیدا میکنیم که او ضعف او کوتاهی رفع شود، برطرف شود. رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان در روز گذشته در نشست شورای وزیران به صراحت ضعف‌هایی را که حکومت داشته پذیرفت و اولویت مردم افغانستان و اولویت کار حکومت باید تامین جان شهروندان افغانستان باشه. امنیت امروز یک نیاز ملی است، یک ضرورت ملی است. تمامی شهروندان ما از ولایات مختلف، جریان‌های سیاسی، دولت جمهوری اسلامی افغانستان در کل، کسانی که در درون دولت کار میکنه، جامعه مدنی، فعالین حقوق زن، رسانه‌ها، همه اولین خواستشان از حکومتی است که امنیت تامین شود. پس از تامین امنیت طبعا باز برنامه‌های دیگه میتونه که معقولیت خود داشته باشه، حالا مثلا بحث در اینجاست که چرا امنیت تامین نمیشه؟ فکر میکنین که از طرف هر کوتاهی صورت میگیره؟ رئیس اجرایی دیروز انتقادات را مطرح کرد. البته یک نکته قابل تذکر است که انتقادات برای اصلاح خودمان هست. یعنی ما ضعف داریم، مشکلات داریم، میتونه یک زنگ خطر از جانب دیگه به نهادهای مسئولان نهادهای امنیتی افغانستان باشه که اونا بیشتر تلاش کنه، راهکارهای جدید و موثر روی دست بگیره که متاسفانه شما ریاست اجرایی در این بخش برات نمیتین بلکه به یک نوع مقصر میدونین در این کوتاهی؟ همه ما مقصر هستیم، اما کسانی که باز مسئولیت مستقیم را عهده‌دار هستند که مسئولین محترم امنیتی افغانستان است، اینا در قبال تامین امنیت جان شهروندان، مال شهروندان، مسئولان مستقیم حکومت هستند. اینا باید بیشتر تلاش کنه. اگر یک راهکار سنجیده میشه برای تامین امنیت و او کارساز نیست، ما را برای رسیدن به امنیت کمک نمیکنه، طبیعی است که باید راهکارها بدل شود، به این ما راهکارهای موثر را روی دست بگیریم، از مردم افغانستان کمک بگیریم.
و دیروز رئیس اجرایی مسائل که مطرح کرده برای که اصلاحات به وجود بیاید. اما مسئله در کجا بود؟ رئیس اجرایی که هدفش رئیس جمهور بود انتقاد شدید از رئیس جمهور کرد. آیا ریاست اجرایی یا رئیس اجرایی فکر میکنه که ضعف‌های وجود داره در رئیس جمهور و یا هم در تیم ارگ که به یک نوع باعثی شده که نامنی فراختر شود و گسترده تر شود؟ مهمترین مشکل که ما در این حوزه داریم است که متاسفانه از جانب شریک قدرت ما مسئله امنیت اولویت داده نمیشه. شما میدونین مردم افغانستان در جریان هستن که ما داریم مصروف یک سری کارهای دیگه هستیم که اونا اولویت نداره در نزد مردم افغانستان. نه تنها یک اولویت داره بلکه مردم عملا در در یک رویارویی یک اختلاف جدید سوق داده. شما میفهمین وقتی بحث توزیع شناسنامه‌های برقی مطرح میشه، امروز ما احترام میگذاریم به قوم محترم پشتون، اما کسان دیگه هم هستن در این کشور حداقل حق از را داره که انتقاد کنه، اعتراض کنه و ما با عنوان حکومت پاسخگو قرار است که نگرانی‌های مردم را درک کنیم، اونا را قناعت بدیم یا تحمیل کنیم. حالا موقف رئیس اجرایی در قبال تذکره هایی است که اونا گفتن به صراحت که مسئله افغان و مسئله اسلام بحث نیست بلکه حالا شرایطش مساعد نیست. نه شما باز میگین که بحث قوم پشتون و ازبک و هزاره است. نه بحث اینجاست. من میخوایم میره خدمت شما عرض کنم که امروز عملا مردم افغانستان در دو پارچه تقسیم شده. شاید رئیس اجرایی با کلمه اسلام افغان طبعا کدام مشکل شخصی نداره، اما قطعا با عنوان رهبری حکومت وحدت ملی مسئولیت داره که اگر یک شهروند ما مشکل با واژه است یا مشکلی است که شرایط مساعد نیست به توجیه اجماع ملی باید حالا به یک نوع موقف گیری رئیس اجرایی را نشان میداد که حالا شرایطش نیست، ما بریم باید امنیت تامین بکنیم، بعد دو سر تذکره فکر کنیم. بس اصلی همیست و موضوع دیگه ای است که یک پروسه کلان ملی است متعلق به هر شهروند افغانستان بشه. موفقیت پروسه کلان ملی مستلزم اجماع ملی است، اجماع سیاسی است که مردم افغانستان هم میدونن، ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که اجماع لازم به وجود نیامده. شما میدونین پس از این که توزیع شناسنامه‌های برقی روندش رقم خورد، آغاز شد، در پارلمان افغانستان به دو دسته تقسیم شد. مردم افغانستان امروز به دو صف جداگانه تقسیم شدن. ما در این شرایط باید کار کنیم که وحدت و همدلی بیاین این بحثت مطرح بکنیم که می شگاف حداقلی که به وجود آمده شگاف دیگه کلان نسازیم. و مردم افغانستان هیچ وقت تقسیم نشده بود میثم صاحب و همیشه یک ملت ماندیم، یک ملت خواهیم بود و این جغرافیا نگاه خواهیم کرد. ما میخوایم که سر مسائل امنیتی زیاد صحبت شه. حالا رئیس اجرایی یک نوع انتقاد میکنه که شورای امنیت جلسات نوبتیشان دایر نمیشه، اما ریاست جمهوری میگه که دایر میشه، شما خبر ندارین، اصلا شما را بیخبر میدانن. یک نکته دیگر هم اشاره کنم در ارتباط به توزیع شناسنامه‌های برقی. امروز مردم افغانستان دو تا دیدگاه داره. وقتی ما میگیم که جدا شده به این معنا نیست خدای نخواسته این مردم رفته باز یک جغرافیای دیگه به خود جور کرده، اینا به جغرافیای دیگه جور کرده، بلکه امروز تفاوت دیدگاه وجود داره. اگر 20% مردم افغانستان فرض کنیم آماده نشود که این تذکره با محتویات بگیره، یک پروسه کلان ملی به ناکامی منتهی شده. یک بحث دیگه ای که اگر جلسات منظم برگزار شود، خب طبعا وقتی نشست برگزار میشه، جلسه برگزار میشه، متعاقبش ما باید تبعات مثبتش را شاهد باشیم. شما میدونین که در روزهای اخیر ولسوالی‌های مختلف از بغلان تا فاریاب تا جای دیگه سقوط کردن. یک سری ولسوالی‌ها با سقوط مواجه است. امروز هم فرا هم وضعیت امنیتیش بسیار در شرایط حساس قرار گرفته و قرار داره. اگر جلسات منظم برگزار شود و ما اولویت بدیم برای تامین جان امنیت جان شهروندان و پاسداری از سلامت ارضی افغانستان، این اولویت جدی ما باشه و ما تمرکز کنیم روی از این نهاد ریاست جمهوری، ریاست اجرایی، مسئولین امنیتی و مردم افغانستان که طبعا میتونه نقش قابل توجه بازی کنن، رسانه‌های محترم. اگر نزد همه ما یک اولویت باشه، طبیعی است که وضعیت به این سرحد نمیرسه. به اون دلیل بحث وایی است که یعنی شما میگین که این جلسات منظم برگزار نمیشه. چیزی را که دیروز رئیس اجرایی به صراحت اعلان کرد که جلسات منظم برگزار نشده. جناب دکتر عبدالله هم عضو تمامی مجلسات امنیتی است
و اگر برگزار شود قطعا اونا هم حضور پیدا میکنه. بحث‌های اونجا مطرح میشه، راهکارهای سنجیده میشه برای که ما کشور از این وضعیت نجات بدیم. ما هر روز شاهد قربانی هستیم از نیروهای دلیر امنیتی ما که فرزندان سرزمین هستند و همونطور شهروندان ملکی ما در هر جای هر روز به شهادت میرسن. ضرورت است که ما برنامه‌های بعدی را که شاید او اولویتی جدی ندارن نزد مردم افغانستان و نزد حکومت افغانستان، اونا فعلا موقتا کنار گذاشته شود یا حداقل ما تمرکز اصلی ما برای بالای تامین امنیت جان و مال شهروندان افغانستان باشه. بحث مایی است که متاسفانه کوتاهی صورت گرفته و رئیس اجرایی کوتاهی را پذیرفتن و تلاش حکومتی است که همه دست به دست هم بتیم تا اینکه شاهد ازی باشیم که وضعیت به لحاظ امنیتی بهبود پیدا کنه. وقتی ما شاهد بهبود وضعیت امنیتی بودیم طبیعی است که باز زمینه مساعد میشه برای پیشرفت در عرصه‌های بعدی. درسته، شکر. یک بحث دیگه را که دکتر صاحب عبدالله مطرح کرده و بحث انتخابات بوده. دکتر صاحب عبدالله میگه که بگنوی در کمیسیون انتخابات مداخلات صورت میگیره و این مداخلات قابل قبول برای ما نیستن. شما فکر میکنین که ارگ مداخله میکنه در امور انتخاباتی؟ نگرانی هایی را که در روز اخیر ما از درون کمیسیون مستقل انتخابات شاهد بودیم، همونطور در بین مردم افغانستان نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان تیفا فیفا اینا نشست‌های داشتن و ابراز نگرانی کردن بر از اینکه کمیسیون به نحوی تحت فشار قرار داره. حلقات مشخص میخواد بالای کمیسیون اعمال فشار کنه و طبعا مطالبات داره که باید او برآورده شود. فیفا بحث مطرح نکرده که حلقات مشخص میخواین که بالای کمیسیون مستقل انتخابات نفوذ داشته باشه. شما میگین که این نفوذ به یک نوع حس میشه کمتر واضح‌تر صحبت شود که کیها میخواین که بالای کمیسیون انتخابات نفوذ داشته باشه؟ فیفا مشخص مطرح کردن که امروز کمیسیون کارایش مستقلانه پیش نمیره. وقتی میگه که مستقلانه پیش نمیره به این معنا که از جهت‌های تحت فشار هستن و ما 4 نفر از اعضای محترم کمیسیون مستقل انتخابات از 7 نفر 4 نفرشان شما میدونین که یک بیانیه‌شان بیرون داده شد، به دست رسانه‌ها رسید که اونا عملاً گفتن که ما نه تنها یک زیر فشار هستیم، تحت تهدید قرار داریم. برشان از آدرس‌های مشخص گفته شده که اگر شما آمده بینی برنامه‌ها را باز پیاده نکنین طبیعی است که فشارها فزاینده میشه و تهدیدها بیشتر میشه. یعنی شما حلقات ارگ مطلبتون است در حکومت یا بیرون از حکومت؟ چیزی را که کمیشنرهای محترم گفتن میشه که جزئیات اونا به از طریق رسانه‌ها با مردم افغانستان شریک کنه. اما آنچه که برای ما مهم است و این مطالبه بر حق ملی مردم افغانستان است، کمیسیون مستقل انتخابات باید مستقل باقی بانه. هر کسی که از درون حکومت بیرون حکومت بخواد بالای امورات کمیسیون به نحوی فشار وارد کنه و اعمال نفوذ کنه، این از جانب حکومت و ریاست اجرایی قابل قبول است و نه از جانب ملت افغانستان. من شما را سوال میکنم آیا شما طرفدار از هستین که حلقاتی از درون حکومت و بیرون حکومت بالای کمیسیون اعمال فشار کنه؟ قطعا شما موافق نیستین. و عاقبت از چی است؟ پیامد از چی است؟ وقتی اونا تحت فشار قرار گرفت طبیعی است که او کار را که او شفافیت را که شما انتظار دارین، ما انتظار داریم، مردم افغانستان انتظار داره، او شفافیت زیر سوال میره و کمیسیون باز جهت داده میشه به یک طرف دیگه که متاسفانه ما در انتخابات گذشته ریاست جمهوری حداقل شاهد بودیم که ما در یک بحران جدی مواجه بودیم و بالاخره پس از جنجال ها آمد یک حکومت ائتلافی وحدت ملی شکل گرفت. این شاید از دیدیم بسیاری از مردم افغانستان چنین وضعیت قابل قبول نبود، اما از هر ناگزیری حکومت وحدت ملی تشکیل شد و ما اراده جدی مردم افغانستان و حکومت افغانستانی است که انتخابات باید مستقلانه و بر اساس برنامه‌های کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شود و ما حکومت افغانستان در کنار کمیسیون مسئولیت داره که امنیت تامین کنه، مسئولیت داره که بودجه را فراهم کنه، تسهیلات لازم را فراهم کنه تا اینکه کمیسیون بتونه انتخابات سرتاسری عادلانه و شفاف برگزار کنه. اگر قرار شود که ما خود ما به نحوی بخوایم بالای کمیسیون اعمال فشار کنیم، طبیعی است که باز او انتظار را که ما از کمیسیون داریم که انتخابات
درست برگزار شود، متاسفانه چنین نخواهد شد. بله. حالا بحث اینجاست که انتقاد سر هر دو طرف است. میگن که وقتی که انتخابات نزدیک میشه اینا به یک نوع میاین از این مسائل استفاده کمپاینی و استفاده ابزاری میکنن. این بحث چقدر در ریاست اجرایه قابل بحث است که به یک نوع میاین کمپاین میکنن و فکر میکنن که ارگ از این مسائل میخواین که به نفع خود کمپاین کنن، مسئله تذکره و مسائل دیگه که مطرح میکنن، به یک نوع بر شما هویدا هست که این حرکات را که اینا انجام میتن حرکات کمپاینی است؟ ممکن است این موارد هم داخل باشه، به عنوان یک دیدگاه مطرح است در نزد مردم افغانستان. اما آنچه که برای ما به عنوان یک طرفی از حکومت افغانستان مهم است و مطرح است و این است که باید با پروسه های کلان ملی بازی صورت نگیره و ما هیچ گونه سوء استفاده از پروسه های کلان ملی نکنیم، چون این کشور به بحران میبره. اگر قرار شود که ما از بحث توزیع شناسنامه‌های برقی بیاییم یک استفاده کمپاینی و سیاسی کنیم، قرار شود که ما از تذکرهایی که حالا قرار شده که با کاپیا برچسب زده شود، استیکر زده شود، ما بیاییم یک دید تقلبی نسبت به قضیه داشته باشیم، طبعا به این معناست که ما خود ما باز اولا کشور را به بحران سوق میتیم و این از جانب مردم افغانستان قابل قبول نیست. شما میدانید که در هر دو مورد مردم به پا خستند، رسانه‌ها، کارشناسای محترم، احزاب سیاسی، فعالان جامعه مدنی ابراز نگرانی کردند که اینی عملکرد حکومت پیامد ناگوار داره، چون مردم عملا ناظر هستند بر عملکرد حکومت و ما هم به عنوان یک طرف قدرت حکومت وحدت ملی، حکومت افغانستان، نگرانی ما را ابراز کردیم و باور داریم که اگر این کجروی ها اصلاح نشود طبعا ما باز خود ما با کشور به طرف بحران جدید سوق. ایره دکتر عبدالله گفته که اگر این کجروی اصلاح نشود ما برای غلط روان هستیم، باید راه خود اصلاح بکنیم. حالا این بحث راه غلط دفتنی وانی است، فعلی است یا هم به یک نوع پیشینه داره در زمامداری حکومت وحدت ملی مسائل بوده؟ ایرا را شما یا در کل حکومت وحدت ملی غلط انتخاب کرده بود؟ ببینید مشکلات را اگر ما ارزیابی کنیم طبیعی است که حکومت مشکلات خود را داشته. یک حکومت اصولا هم پیشرفت داره و هم مشکل داره، هم ضعف داره و هم قوت می داشته باشه. یک اصل است در حکومت داری. اما ممکن است در حکومت قبلی هم که آقای کرزی مدیریت میکرده هم پیشرفت ها بوده و هم ضعف ها بوده و امروز در حکومت وحدت ملی هم که رئیس اجرایی و رئیس جمهور در اصلش قرار داره ممکن است ما مشکلات را داشته باشیم. اما بحث اینجاست که حداقل خود ما مشکل سازی نکنیم، بحران خلق نکنیم. این راه غلط را که دکتر صاحب عبدالله میگه که حکومت راه غلط را در پیش گرفته و راه غلط را یا مسیر غلط را پیش میره، این مسیر از اول غلط بود و یا حالا مشکل آفرینی شده؟ مثلا در قبال امنیت از اول اولویت داده نمیشد یا چند روزی است که به امنیت اولویت داده نمیشه؟ در این اواخر ما شاهد افزایش مشکلات امنیتی هستیم. شما میدانید که چالش های امنیتی متاسفانه افزایش پیدا کرده. مردم افغانستان در هیچ جای احساس آرامش نمیکنند، نه در پایتخت آرامش لازم وجود داره نه ولایت افغانستان. اولسواری ها هم به نحوی تحت تهدید جدی قرار داره. احساس میشه که بی‌توجهی نسبت به مسائل امنیتی در اواخر یک مقدار در حکومت وجود داشته. رئیس اجرایی هم موظفش خودش به عنوان یک از رهبران حکومت وحدت ملی ضعف را پذیرفتن. وقتی ضعف را میپذیره به این معنا نیست که ما دخیل نیستیم، ما از یک آدرس اپوزیسیون گپ میزنیم، بلکه ما صادقانه جسارت را به خرج دادیم، پذیرفتیم که مشکلات وجود داره. اما کسانی هستند که متاسفانه باز تعمدن یا به نحوی میخواد که نسبت به اینمی اولویت مردم افغانستان بی‌توجهی کنه. باید مردم در جریان کار حکومت وحدت ملی قرار داشته باشه که کیها ریاست اجراییه مصروف چه برنامه است و چه کار است و ریاست جمهوری مصروف چه برنامه است. این باید حداقل در نزد مردم افغانستان مسئله واضح و روشن شود و رئیس اجرایی مسائل را مطرح کرده. ما امیدوار هستیم که ما بتانیم بر اختلاف دیدگاهی که به نحوی در درون حکومت وحدت ملی وجود داره با مذاکره و گفتگو به نتیجه برسیم و
امنیت اولویت داره. رئیس اجرایی میره اشاره کرده، ما باز هم تاکید میکنیم و مردم افغانستان هم با این موافق است که باید حکومت مسئولیت داره. مسئولیت اصلی و کارویژه اولی حکومت هایی است که از تمامیت ارضی جان و مال مردم افغانستان پاسداری. امنیت یکی از مهمترین مؤلفه های قانون اساسی است که برای حکومت مسئولیت داده که شما باید امنیت تامین بکنید. حالا بحث کجاست؟ بحث جالبیت بحث اینجاست که اینا نظر به قانون اساسی حکومت افغانستان مسئولیتی را داره که باید امنیت مردم افغانستان را تامین بکنه. اما دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگه که ناامنی که ایجاد شده عاملش خود حکومت است. خب ممکن است وقتی حکومت تلاش نکنه، برنامه‌های لازم نداشته باشه. ما نشست شورای امنیت داریم، مشخص روی امنیت بحث میشه. ما نشست سرقماندانی قوای علای مسلح را داریم که مشخص روی مسائل امنیتی بحث میشه. این نشست‌های مهم در سطح مقامات ارشد حکومتی برگزار نشه و به این معنی است که حکومت کوتاهی کرده در امر انجام مسئولیتش با توجه به قوانین نافذه کشور. وقتی ما کوتاهی میکنیم باز طبیعی است که به یک نحو عامل هم حساب شمرده میشیم. ما نباید در راستای مسئولیت‌های خطیری را که مردم افغانستان بر ما سپرده، قانون اساسی افغانستان بر ما سپرده، قوانین نافذه کشور بر ما سپرده، با کوتاهی کنیم. قطعا در این شرایط ایجاب میکنه که ما باید سریعتر نشست‌های امنیتی ما برگزار کنیم. و شورای امنیت است، اگر نشست سرقماندانی قوای علای مسلح است، ممکن است در گذشته شرایط یک مقدار نرمال بوده، ما هر یک هفته هر دو هفته برگزار میکردیم. حال شرایط ایجاب میکنه که ما هر 2 روز هر 3 روز نشست‌ها رو برگزار کنیم، ارزیابی داشته باشیم و راهکارهای جدید روی دست بگیریم تا اینکه شاهد بهبودی وضعیت باشیم و این انتظار مردم افغانستان است. درست. یک پرسش دیگه ما در آخرین دقایق برنامه قرار داریم. حالا به نظریات ریاست اجرایی در جلسات مشترک اهمیت داده میشه، اهمیت قائل است اونجا؟ نظریات شما، نظر رئیس اجرایی من حیث طرف حکومت پذیرفته میشه یا اینجا مشکل وجود داره؟ خب شما میدانید که حکومت وحدت ملی از 2 تیم پیشتاز انتخاباتی تشکیل شد، ریاست جمهوری و ریاست اجرایی یا هم اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم. اما طبیعی است که ممکن است همیشه یک نواخت نباشه. فراز و فرودها در کارهای حکومت وجود داره، اما شکی به وجود نداره که باید توجه شود. اگر توجه نشود طبعا ما یک طرف از قدرت هستیم. امروز اگر کابینه افغانستان رئیس جمهور مدیریت میکنه، شورای وزیران را رئیس اجرایی مدیریت میکنه، ما عملا در بدنه قدرت سهیم هستیم. یعنی یک وقت است که ما مشوره میتیم به عنوان یک مشاور، یک وقت است که ما عملا بخش اجرایی حکومت را عهده‌دار هستیم. شما وقتی که یه حرف میزنین پرسش بر شما متوجه میشه، وقتی که اجرایی صلاحیت اجرایی هم دارین، پس چرا در تامین امنیت مردم افغانستان اقدام نمیکنین به جای از اینکه بیاین شکایت بکنین؟ بحث ما این است که هر 2 تیمی که حکومت وحدت ملی را تشکیل داده باید نسبت به امنیت مردم افغانستان در قبال امنیت مردم افغانستان مسئولانه برخورد کنه. اگر قرار شود ریاست اجرایی به توجهی میکنه، اینا مقصر هستن. اگر قرار شود که ریاست جمهوری به نحوی به توجهی میکنه، اونا مقصر هستن. چون حکومت ائتلافی است، کار بر اساس مشوره و رایزنی پیش میره و اگر باز هر کدامشون به نحوی کجروی میکنه، مردم افغانستان باید در جریان قرار بگیره کیها مقصر هستن، کیها ملامت است، کیها سلامت هستن. اما تا آنجایی که مربوط ریاست اجرایی میشه، طبعا ما تلاش‌های خود را داشتیم و در کل حکومت افغانستان تلاش‌های خود را در راستای امنیت داشته، اما کوتاهی‌هایی که در این اواخر صورت گرفته، رئیس اجرایی را با مردم افغانستان شریک ساختن و در درون حکومت انشاءالله تلاش‌ها جریان داره که وضعیت بهبود پیدا کنه. درست. چقدر شدید است اختلافات؟ فکر می‌کنین که تا وقتی که امنیت مردم افغانستان تامین نشه ریاست اجرایی از موقفش کنار نمیره؟ ما همزمان هم انتقاد میکنیم، هم اعتراض میکنیم و هم کار میکنیم. ریاست اجراییه به عنوان یک طرف حکومت وحدت ملی اینا ننشسته. رئیس اجرایی، معاونین محترمشان، مسئولان در ریاست اجرایی همه دست به دست هم تلاش میکنه و ما انتقادات اصلاحی را مطرح کردیم که کاسته ها از جانب شریک قدرت ما وجود داشته. امیدوار هستیم که کاسته ها برطرف شد و ما در کنار هم آنچه که مردم افغانستان بر ما اعتماد کردن، مسئولیت را که بر ما داده، او ما در قبال خدا و مردم افغانستان پاسخگو هستیم و باید صادقانه و مسئولانه با قضایا برخورد کنیم.
خیلی ممنون. سپاس. تشکر که در بحث ما بودین. سلامت باشین. قدرمن لیدونکو، تاسو لومړی مننه کوم. خبرونه مو پای ته ورسېدله. تر بیا مو عمل شي.